مرکزی ولایت ختلان این شهر زیبای و روبروش باختر است. شهری که مثل نگین درخشان در میان وادی وخش می درخشد. مساحت آن بیش از 26 کیلومتر مربع بوده، زیاده از 120,000 ساکنان مهنت دوست و مهمان دوست در آن زندگی دارند. باختر تاریخی پرغناوت دارد. در گذشته آن را با نام قرغان تپه می‌شناختند. شهری که از عصر هفت موجود بوده، سال 1934 به حیث مرکز ولایت تأسیس یافت. سپس سال 2018 آن نام زیبایی باختر، رمز نور و شکوفایی را گرفت. امروز این شهر دارای میدان پرچم دولتی، نشان ولایت، قصر فرهنگ، باغ‌های سبز، منظره‌های زیبا، تئاترها، بیناهای بلندشانه و کارخانه‌های صنعتی میباشد. ساکنان باختر مردم دلگرم و مهربانند. جوانان ورزشگر و صاحب استعدادش نه تنها در تاجیکستان بلکه در عرصه بین المللی نیز نام شهر را با افتخار معرفی میکنند. آنها با مهر و محبت و زحمت شبانه روزی برای آبادی باختری عزیز سعی و کوشش دارند. به صحیفه geograph.tg آبونه شوید.